سلام علیکم بینندگان گرامی و تماشابینان محترم. از شما خواهش میکنم پادپیسات و لایک را فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی کاری ما می باشد. امروزها در کامنتاری های فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب به ما نوشته شدند تا که درباره چگونه استفاده بردن ایورمیک را فهمانیم و چی طرز استفاده میکنن. برای فهماندن ایورمیک برادرها چند نمود ایورمیک است. برای وقتی داخلی آغیل خانه میشن مالهای گاوهای شما باید پیشگیری کنی از کنه و شپوشک و کیک و دیگر پرازیت هایی که خونمک هستند. برای اینا رو پیشگیری کردن متخصص دعوت کنی خوبتر میشه. اولین درجه در حالتی که متخصص نباشد، مثال خودتون که استفاده میکنید، در اون حالت ها ایورمیک اول سستفش خونید که زیر پوست استفاده میکنی و که درون گوش ترکیبش خونید. بسیاری ایورمیک ها پدکاژنی هستند، یعنی زیر پوست ودید میکنی. 1 گرمش در 50 کیلو وزن زنده است. مثلا گاو کل میکنین، گاوی شما مثلا 400 کیلو وزن داره. در 400 کیلو 1 گرمش در 50 کیلو که باشه، در 400 کیلو 4 گرم 5 گرم میکنه. او زیاد که اومد زهرآلود میشه. به همین خاطر هر جایی که باشه متخصص دعوت کنی خوبتر میشه. برای که حاضر در تاجیکستان ما تمامی نمودی داروواری ها هسته، از قبل خیتایی، هندوستانی، روسیه، 3 فیرما از داخلی تاجیکستان هم هستن. مثلا ملاجان امیربک و فیرمای داروسازی داره که بسیار داروهای خوب هم داره. استحصال وطنی خمون هسته و افکت خوب هم میتیه. پیشی وقتی اپتیک های بایتاری که میروین پیشنهاد که اول بینید کدام داروش که خوب است همونش رو گیرید. من خودم وقتی در تاجیکستان بودنم ده برادر از من عین حال در فدراسیون روسیه قرار دارم. وقتی در تاجیکستان فعالیت میکردم، کار میکردم با سای بایتاری، بسیار بودن ایورمیکو. مثلا من بسیارتر ایورمیزول استفاده میکردم و بعد ایورمیکوی ملاجان امیربک که از استحصالی وطنی خوب مانه هست، بسیار افکت خوب میتید. از اینا بگیرین دسترس کنین و وقتی استفاده کردن خوب نگاه کنین که تا وقتی تگی پوست باشد و در درون گوش که رفت ابسیس میتید. مقصد که ورم میکنه. برامو خوب میشه که یگان متخصص دعوت کنین. متخصص خودش به همه چیزش میفهمونه و کار میکنه. بعد 1 بار 2 بار زیاد ممکن نیست. 1 بار کردی بود 1 ماه 2 ماه پس بود تکرار میکنی. اگر پای در پای مثال وقتی و کل میکنین احتمال داره که جگر از ضرر میکنه، عضوهای داخلی چهارور ضرر داره. به همین خاطر 1 بار 2 بار زیاد ممکن نیست ایورمیک استفاده کردن. دستگیری کنین تا که طرز استفاده کردنش در چاروا، در تمام نمودی چاروا چی نمود استفاده میکنیم، چی خیلی کال کردن کار دستگیری کنین. لایک و پادپیسات سر زیاد کنین. انشالله ما ویدیوهای آینده در شما رو نشان میدیم که چی نمود و کال میکنن، چی نمود ایورمیک هسته و تنده، کدامش خوبتر است، کدامش افیک میتیه. هموشه انشالله برای شما دسترس میکنیم. دستگیری شما پیشروی کاری ما میباشد و لایک و پادپیسات رو فراموش نکنید.